سلام علیکم پادشاه عزیز. ما قرار داریم این حال در بازار کلخوزآباد ناحیه جلالالدین بلخی بازار اوزان ما امروز نرخ نوای مال خیلی فرق کرد که اصلا با روزهای دیگر مال کمتر در آمده مال نقش امروز سیگر کم یافته این غنجی نکرد 10,100 سوم پرسیده است نداده است 11,900 سوم سودا شد. خلاصه 11,000 سودا شد غنجینش. غنجینی که فصلانه شده برای مال کردن بهترین این گوچه اخر 11,000 سودا شد. گوچه خوب در سمت چالشکای غنجینه که شوا کندونا گوه سینادورا که شروع است 19,000 سوم سودا شد. گر در اهلی مال گوه سینادورا که فصلان دست نکرد غنجینه پدازن درست گفته استند 13,000 میگه معامله دارد غنجینه که شروع است نوزویده بازار چی پرسیدی را برده؟ 10,000 پرسیده استند یا چپلی گفتی؟ ایران نومی گفتم 86 می تشک کردن خوش رو کردن برای سر زمین به حد مولفصل اویاده اینمیش سوزای نکن غنجین کنکریت نه برای مول کردن برای سر زمین ده آزیده شد 86 بزرگ پسیده سن نبود استش نه غنجین هم 10,000 میگه غنجین چای فسونا کرد بزرگ چی پرسیده است 96 کرده است کمتر معاملهش مال یکم چی بزرگ میگه نه غنجین هم 10,000 است 8,000 است برابر میگه بزرگ 82 کردن غنجین که شروع سفیده کنه که شروع برای مال کردن سوز 13,000 میگه بزرگ چی پرسیده است؟ بزرگ 11 تو 11,000 کردن یکون چی خیلی معامله داره یا 13 میگه معامله داره پوچه بلنده که نزد برای مول کردن یا بقیدن دم بگیری میشه برای پوچه بلنده به بقی نغز میشه کیفی این غنجین یک کمزو های سینه شروع داره 17,000 میگه بزرگ 16 چند پرس 15 کیسن 15,000 کیسن 16,000 تا میگه قطعش غنجین غنجین مثلا چشم خشب است غنجین که خوبه خرابتر اینه که اگر اخلاق باشه غنجین سوز سینه خوب داره سینه‌ش هم میتونه واسه بگیره 16,000 بته گفته است این غنجین 10,000 میگه ترغیب غنجین شده بازار چی پرسیده است اسیرا بازار چند کرد 100 سوم 9,000 کرده است غنجین که پوچه بلندی سوز دست برای بخشه میشه برای مول کردن میشه ایشا چند پول گفتی؟ ای سایفلو ایشا چند گفتی؟ 10 سوم میگو بازار چی پرسیده است؟ پسته اینه که درستن این برای بخیدن برای مول کردن نیست برای که قدش پسته دو بخی میشه گوشت بگیره ده فربیار میشه برای پوچه بلند این غنجین کن این 1000 میگه 86 کیسه میگه 87 86 کیسه میگه 87 یک سوز پاکستان عزیز راست گپ بازار با مال زادار خوب عموما نیست میگه من روز خطا نمی‌کنم دیدم مال بازار گارانتی هم رفتیم مال نقض نیست بزرگ فقط مال همین محلی اند که همین مال زادارش عموما خیلی کی
یک روز بازار چهارشنبه بازار گراتی دم رفتیم نیست اینم هم مولای گوش هم قناجینش هم مولای محلی هم مولای زودار اومد خیلی که کمچین شده است برادران عزیز این مولای فربه هم برای کشتن 12,000 گفته است 11,000 بزرگ نگر کرده 10,000 بزرگ سی دیل چون کشه گفته استند 10,011 پرسیسن یورا ندوده است اینم دیتاش برای کشتن نزدستن فربه کنه سپاکی برای فرمیشن مولای سپاک فربه خشش رویتا برای کشتن با خیدگی 11,000 که استن میگه هم تپکل شو بفکرم که وزمین تر است 11,000 این بخشت 14,000 گفته است 13,000 بته میگم این خریدار 13,200 سومون که استن بخشت نظر برای بقیش بخشت نظر اینه که 13,000 بته گفته است کوی ما 13,200 سوم کرده است خریدار برادران عزیز این دو تا سر قناجین با قیدگی فرده برای کشتن حساب 23,200 سومون سودا شده 22,300 نکی نستم داره فرده شما برای کشتن برای دکاننده یا فرده شما با قیدگی تیار برای کشتن مول همه قناجینای برای مول کردن باور کنه برادران عزیز همین دو روز شده است که بزرگ داشته هستیم قناجینای برای مول کردن نمیبینی چشم قطعی دیار نیست باور کنه شوید کارپات عموما ندیدیم نه دینا گاراتی رفتیم نیست امروز با تکرار هم شد پرشنبه بزرگ نیست نه مولا که نزن یک فربه نه که مولی محلی هم مول ذاتی خیلی شوید کارپات دیده نمیشوه گوی بفوات دسته که قناجینه که زود داشته است 27,000 گردونده این دست سمنتال قناجین سرخاله مولای نغزی نغز بستنه که سودا شیدن ایشم نزایده ایشم هر دوش نزایده نکی صاحبش نیست که پرسیم که چند سودا شده است نیست بهترین مول نستم دلی قناجینی بفوات است تماشا کنید حلاوت برادران عزیز کسانی که خریداری کردنی باشند اینا صاحب مول یافتیم برای بونی کردن میتونه که به همین رقم زنگ نمره خاطب مول کردن 878 878 93 878 0107 اکثر با خوش تکرار کنم رو تا استاد 93 878 0107 بهترین قناجینه نوزایده برای مول کردن میش زور دست نسام دل زور دست میش با همین رقم زنگ بزنه قطعی صاحب مول ما اول نیافتیم نه که به هم یافتیم با همین رقم زنگ قطعی صاحب مول خریداری کنی زنگ بزنی بپرسید معامله دارن بچه‌ها عزیز دو تا بخچای فاسونه که برای مول کردن بهترین خوش رو نسام دل خوش رو برادر کوکلاچان یا نقطه‌ای میزنه خب با درجهش بازب میشن که چند تعریف بگوید 23,900 سوم سودا شده هر دوش تماشا کنید هر دوش مولکای فاسون دستن خلای سگ خوش رو 23,900 سوم سودا شده درجه‌ای برای مول کردن برادر پرسیدم که میفروشید نمره تا بگم یکم کس پرسیده خریداری کنه میگه که خودم خریدم برای مول کردن خیلی همین رزمیرو را ببینه برادر عزیز که خیلی با بچه پراودن اینا با نقطه شو روز نقطه شو میزنه اینا نقطه رو بزنه به خط فاسون میشه روز نقطه رو بزنه باید برگا نوارشو میده برادران عزیز دیده نقطه مال دیگه از من خشوش کرد هیچون خشوش مال رو هر دشن نقطه قطعی با وزب میونه این برادر خریداری کرده دیگه بچه پراودن من نقطهش زده سیزی این بخچرم بخچر خوشی شورات مولا چند گفتی را؟ 14,000 میگه بزرگ چی پرسید؟ بزرگ 13,000 سوم کرده سودن معامله داره با من تماشا کنیم برادران عزیز شوید خول داره اینا میگه که خال شویدی هم داره
انا نمره تلفن تا بگو بگو نمره تلفن تا زنگ میزنم میپرسن خریدارو 5 مال سودا شده از روز من آورد کردگیمون 5 تا 5 5 تا 5 32 29 29 29 برادران عزیز آدمی بزرگ معامله خوب داره کسانی که خریداری کردن شده به همین رقم زنگ بزنن معامله کنن ان شاء الله که مال بهترین مال به هر فیگور خشور داره خیلی خودش حجت تاریخ نیست اما خودش مال هشوری بعد فیگور زور داره این مال که نصب ده برای مال کردن حاضر ام دم بندی میشه برای که یوشکن خودش 3-4 ماده مال هم کلان میشه هم فربه میشه مالی نقص بده چند پول گفتی برادر 14000 میگه معامله داره بازار چی پرسیده سر 12700 12800 میکرده است خیلی معامله داره با یگان چی استوسی میشه نمره تلفن تا میگی برادر نمره تلفن چند ای 900 4 15 کسانی که خریداری کردن باشن به همین رقم زنگ میزنن میپرسن خریداری میکنن برادران مولا شروع بسید برادران عزیز نسه سر قشقرچه فاسونا کن خشروگ دستن حقیقت خشروگی ده خشروانی یکم برای مول کردن افتاست 1900 سومانی هستش سوداش نداره جایی تماشا کنید مال حاضر تکرار هم شب با میگم برادران است که قیمت نیست نرمال سه نداره سوزن 1900 سومی سودا شده این تغییر هم خرید است برای مولای خونه میگه بسته برای بونی کردن ببینیم 1000 سوم سوداش است خیلی خوبتر با بخواتر کردن دکبر تولد شد دکبر ده بعد یک ساله میشه از همین مالک خوب ده خوش میدن انا قشقرام زور درجه قلیش 3520 سوم سودا اون هایده کی میزنیدن این برای کشتن یک برای نسل گرفتن قشقرا خوب ده یاش یک بوز بالا زور دست این قشقرا که نقص بوده است 10700 سوم سودا شد برای بخیدن گرفتن قشقرا که نقص بوده است برادران عزیز این قشقرا 5000 سوم سودا شده این برای بخواد بودنش برای نسل گیری میبرن قطعی سلخ هوی بینن برای نسل گرفتن اینکه قشقر جام داده زور بخواد درازی در درازه تماشا کنید برای نسل گرفتن برای مولو سر می‌کردن با وقتی سلام وقتی نسل گیری میشه قشقری نسل برادران عزیز همین روز ما را در کامنتر نویسن بچه‌ها که سلخ را بنوار بگی راست گپ در سلخ نبزن نبود مال همین گوسپند خیلی کمتره اگر نصیب کنیم شما بازار کمسنگی خوبتره ان شاء الله که نوار می‌نیم برای مخلصان می‌پرتیم برای پاپسیکمون در همین جا ما با شما خداحافظی خداحافظی میکنیم به همه بچه‌های غریب تن صحت برای کار خواهانیم خداوند همه شما را در پناه اسمش نگهبان باشه برای کارتون دعوت ما را هم دعایی باشه تا نوارهای آینده خداحافظی میکنیم پادپیسات سلام نوارهای خوب و جالب با بسیارتر شد خدا باشه